امروز یک شهروند دیگری تاجیکستان که در روسیه در زندان بود در جنگ زیر اوکراین کشته شده است. رادیوی آزادی روز 28 مارس سال 2023 از قبل مقامات خبر داد که اسلام سید مرادوف 48 ساله را روز 23 مارس در زادگاهش دهه تدخول جماعت پول سنگین در کنار شهر نورک دفن کردند. اسلام سید مرادوف انو سال 2005 در روسیه با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی شده بوده است. درباره کی و چگونه و سوی که به جنگ اوکراین برده شدن اسلام سید مرادوف و کی و چگونه و در کجای اوکراین کشته شدن این محبوس تاجیک یگان معلومات نیست. قربان علی سید مرادوف برادر او به رادیو آزادی گفت درباره به جنگ اوکراین رفتن برادرش خبر نداشت. بار آخر ماه نوامبر سال 2022 تلفنی گپ زده بودیم، گفته از قربان علی سید مرادوف. از اسلام سید مرادوف 3 فرزند باقی ماند. تا امروز درباره کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیکی که از زندانهای روسیه به جنگ اوکراین برده شده بودند خبرها به دست رسیدند. اکثر آنها را شرکت واگنر مربوط به ایوگنی پریگوژین، یک سرمایه‌دار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که با وعده عفو و آزادی زود به جنگ میبرد. تنها از اول ماه مارس الکی جنازه های 4 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین کشته شده را به وطن آورده در اینجا به خاک سپاریدند. این به استثنای محبوسان دیگر کشته شده است که در قبرستان‌های ویژه جمجون چویکا واگنر در کشور کراسنودار و در ولایت مسکو دفن کرده می‌شوند.